ماشین‌های به حرکت در راه‌های بمباران شده، خط‌های الکتریکی پراکنده و بناهای ولنگار نتیجه تجاوز روسیه به خاک اوکراین است. بانک جهانی پیش بینی کرده است که برای رفع خسارات جنگ و احیای اوکراین کمش 410 میلیارد دلار لازم می شود. با ادامه این نزاع خرج باز هم بزرگتر خواهد شد. مقامات اوکراین می‌خواهند کشورهای غربی 350 میلیارد دلار حبس شده بانک مرکزی روسیه را برای احیای اوکراین خرج کنند. وقتی دولت تروریستی همراه با تمام روسای همپیمان کرمل که شرایط تجاوز به خاک اوکراین را تشکیل کردند و یا آنهایی که در سطح مردمی فساد منصبداران روس را پنهان می‌کنند پولشان را از دست می‌دهند، هدف اجرا می‌شود. آنها خواهند دید که زیان چی است. ولی استفاده این پول ساده نیست. صرف نظر از آنکه 350 میلیارد حبس و یا منجمد شده است، آن مال روسیه می باشد. در این باره فیلیپ زلیکوف، سابق دیپلمات آمریکایی میگوید مالکیت روسیه باید احترام شود. استفاده آن در تحریم ها خلاف قوانین بین المللی می باشد. در عین زمان زلیکوف اشاره می کند که امکان دارد در اساس پایمال نمودن قوانین بین المللی از طرف روسیه زمینه شرعی برای مصادره اموال مسکو تهیه شود. شما می توانید گویید که بله، ما قانون‌های بین المللی را زیر پا کردیم، زیرا ابتدا این کار را روسیه کرد. روسیه اصرار می‌ورزد که مصادره پولش عمل غیر قانونی بوده، در حال ضرورت قضیه را به دادگاه بین المللی می‌کشد. جولیا زیسکینا، مشاور حقوقی سازمان جانبدار اوکراین، بر این نظر است که روسیه در دادگاه ناکام خواهد شد. مطرح نمودن قضیه مشکل نیست. سوال این است که آیا در دادگاه این قضیه امکانی پیروزی دارد؟ جواب این است که ندارد. تخمین می شود که بخشی اساسی مبلغ‌های حبس شده روسیه، یعنی نزدیک 220 میلیارد دلارش، در اتحاد اروپا نگهداری می شود. یکی از پیشنهادها این است که فایده بانکی این مبلغ به نفع اوکراین خرج شود. این پیشنهاد کفایت نمی کند چون که فایده سالانه بانکی از این مبلغ به 3 میلیارد دلار برابر است. یعنی برای جبران خسارات و احیای اوکراین 124 سال لازم می شود. در امریکا 58 میلیارد دلار روسیه حبس شده است. ماه ایون بعضی اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا پیشنویس سندی را مطرح نمودند که در صورت تصویب استفاده پول حبس شده روسیه برای کمک به اوکراین را دستگیری می کند.